سلام دوستان عزیز. امروز اولین ویدیومو من میخوام برای یوتیوب بذارم. قرار ویدیوهای مختلف با هم داشته باشیم و من اکانت توی یه جورایی داشتم توی آپارات، ولی فعلا اون اکانتم بچه که تو آپارات منو دنبال کردین روبومکسو، حالا اونایی که دنبال نکردنم برن دنبال کنن. آپاراتم فعلا داره اتصال پیدا میکنه به گوشیم. درسته فکر میکنین آسونه، ولی خیلی از برنامه‌های مهمی بودن و واسه ماینکرافتم یه عالمه برنامه اونجور چیزا توش بود که میخواستم همشونو بذارم. واسه تبلتم آخه ویدیوها تو آپارات اوکی نمیشد، پس شروع کردم برم دیگه توی این برنامه عزیز یوتیوب زیبا. اینجا کارهای مختلفی میشه کرد، مثلا عکس از صفحه، این عکس از صفحه میگیره، حذفش کن، حذف، واقعا میخوام حذفش کنم، اینو باز کن، اینو بزن. واقعا ببخشید برای طی این مدت واقعا استریم سعی کردم بذارم ولی هنوز اوکی نشده. یعنی برنامه دارم سرش میکشم، برنامه هایی میکشم که اوکی شه ها، نگران نباشید زود اوکی میشه. اینم پیامم. خیلیاتون فکر میکنین دوباره دروغ گفتم، ولی من واقعا دروغ نمیگم. این یه مشکل خیلی سختیه که من دارم و دیگه خب کلا دارم تنظیمات رو فعلا میبینم، ضبط صدا و دیگه قراره با این برنامه کار کنیم دیگه. فعلا خدا.